اینجاه بازای سلام. از پشت دلم نمیاد بزنمت. اینکه رفت. بازای برم کجا بود؟ بازای ایشالله همون پایین. خدافظ عزیزم. یو گایز بچه ها، امیرنیکس هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم حالتون عالی باشه. بعد از مدت ها برگشتیم به گرانی جون. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. و بچه ها مرسی بابت اون همه حمایتی که از من کردید. خیلی متشکرم. نمیدونید که چقدر این چند روز خوشحال بودم. دمتون گرم. مرسی که ویدیومو نگاه کردید و حمایت کردید. و امروز اومدیم با شما گفتید که بیام گرانی 3 رو برم و امروز اومدیم گرانی 3 رو با هم پلی بدیم. آقا لیتس گو. که توی این ماجرا ما یه دونه آدم اضافه شده که به نوه این گرانی جون و گرانپا جونه و این یهو میپره صورت آدم و خیلی ترسناکه. که حالا بریم با هم داشته باشیم بازی. اصلا بازی نکردم این بازی رو. ببینیم برای بار اول میتونیم بازی رو رد کنیم یا نه. فقط یه دور رفتم داخل بازی ببینم چه خبره. خب ما تو گرانی 2 ایشون رو فراری دادیم که ویدیوشو چرلم هستید به نگاه کنید. و ایشون نمیدونم چرا از کرم خونش دوباره برگشته داخل این خونه. نمیدونم چرا. اوکی دوربین. در پشتت قفل شد. کونت بار است. وای آخه تو واسه چی اومدی داخل این خونه؟ من تو رو بینم زحمت تو رو این خونه انداختم بیرون. تو چرا اومدی تو این خونه؟ البته بچه ها ممکنه یه دلیلی هم داشته باشه. دنبال چیزیه نمیدونم. وگرنه اسکل نیستش که خود به خود بیاد. وگرنه اسکل نیستش که آخه خود به خود خودش بیاد تو تله. خب ببینم چیکار. مثلا این داستان بازی مثلا چه داستان بدم. ویلکام. خوش اومدی. بابا گرانپا جون با توفنگ. اولالا هدشات. خب بچه مثل این که ما رو زندانی کردن. بعد دوباره آمدین نفهمو به فراری بدم. Let's go. Day 1. بریم که با هم داشته باشیم. من بچه یه دور این بازی رفتم و بهتون گفته باشم ولی تمامش نتونستم بکنم. فقط فهمیدم که چی به چیه که 2 پارته نشه. یعنی بعد این پارت برم مستقیم سراغ گرانی 1 که اگه حمایت بالا باشه اون بازی جفت کلیرم روی حالت هاردش میرم. و حالا آقا بریم سراغ ادامه. خب بچه اینجا صدا میکنه. گرانی جون رو صدا میکنه. ما اهمیتی نمیدیم. میایم اینجا ببینیم هیچ چیزی نیست. متاسفانه میریم به راهمون ادامه میدیم. خب بریم بالا ببینیم چقدر سلام ماچ به صورت گرانی جون. چرا آس شدید بچه ها؟ ایشون نوه گرانی جون هستن. فکرم دیر در رو بستم ولی کار ملی گرانی جون متوجه نشد. من نمیخواستم بمیرم بچه. میخوام سعی کنم بدون مردن بریم جلو. بدون مردن. خب رفتی گرانی. خب گرانی تله گذاشته. به به بچه این مال پایینه. مال فکر کنم قطار باشه ولی من الان نباید اینو برمین داشتم. ولی خب من برداشتم فضا سرتون. بچه این خیلی بد میپره تو صورت آدم. خودتون رو برای هر لحظه آماده کنید. فیوز بچه هتون باشه. فیوز اینجاست. گرانی بیرون بود. گرانپا بود. گرانی بود فکر کنم. اینجا خالیه. اینجا رو لوت سری بزنیم. خب هیچی نیست. بچه این تیرا هم بهتون میگم مال چیه. ولی من فقط ویپنکه رو پیدا کنم بچه های. نونم تو روغنه.
چه حلال زاده هم هست. خب الان من اینجا صدا دادم. بچه از اینجا میتونید، اینجا آسانسوره، میتونید برید بالا. بازی خانومه اومد. خب بچه ما با طبقه دوم کار داریم، با اینجا که من اینجا رو یه لوتی بزنم سریع. هیچی نبود. بریم اینجا، بریم. اینجا قفله بچه ها، اینجا رو باید باز کنیم. باز کن دیگه. متاسفانه گرانی جون همه این در رو قفل کرده، نمیدونم چرا. گرانی آخه بیا با هم رفیق باشیم. ما که با بزرگ با دوست و صمیمیت با هم بریم جلو. میشه با هم بریم با دوستی، با هم دوست باشیم. بچه ویپن که اینجاست. به متاسفانه توفنگ برداشته شده. یه دقیقه نیاد توی سر پی کردم. اینجا رو این ایول بچه همه چی پیدا شد. الان برم پایین. اینجا یه دونه سنگ بردارم. با بزرگ بزنم تمام. با بزرگ قربت برم. چوبم بالاست. با بزرگ قربت برم. کی بود؟ کار نداره من بزرگ، تو که رفتی ولی وای. با بزرگ تو بیا اینجا، من تفنگه رو بگیرم هر دوتون رو بکنم تو گونی. یه بار این هم تو ما رو کردی تو گونی، ما هم یه بار تو رو بکنیم تو گونی. کجایی با بزرگ؟ قربت برم. اینجایه با بزرگ سلام. از پشت دلم نمیاد بزنمت. این که رفت. ما بزرگ قربت برم. کجا بود؟ با بزرگ ایشالله همون پایین. خدافظ عزیزم، ایشالله بعدا میبینمت. خب بچه ما بریم پایین. اون پایین یه چیزی هست، ما باید اونو بزنیم که چی بشه. یه در اونجا هست که برامون باز بشه، که الان بهتون نشون میدم. اینو میزنم اینجا. برو داخل دیگه. میری داخل. ایشالله که اینجا همه رو بنازم، هیچی نیست. همه رو برمیداریم میریم. آقا بریم ببینیم اینجا چی هست. عروسکه باشه. چیزه چی بود؟ شیلد بود چی بود؟ هر چی که هست مهم نیست. بچه من فکر کنم بتونم فرار قطار رو برم. ایشالله اینو رفتیم، از کجا معلوم. هر پایانی که بشه رفت و بچه من واسه تو میرم. ولی الان فکر کنم گرانی و گرندپا اومده. اون که اون نوشون بچه ها یه عروسک داره. این چیزی که من شنیدم اون رو بزنیم یه جایی که میدونم کجاست. ایول این فیوز قطاره فکر کنم، اگه اشتباه نکرده باشم. بریم من اینو بذارم بچه ها. من هیچ چون نمیخوام تلف کنم. اونو بذارم. یه دونه کوینم میخوام. آها اون داخل چیزه، هندونه است. من چیه اینجا هم کار زیاد داریم، ولی الان نمیخوام برم کاری کنم. برو گم شما چه اصافت. بزن دیگه. باچه شده رفت بالا. اینا تازه نه این بازن شده هنوز. توفنگ رو رد کن. نه کجا هم رفته. توفنگ رو رد کن بیاد. یه لحظه بگیرم توفنگ رو گرندپا برداشته. بذار اینجوری هم تیر هست. الان اون دوتا 100% اومدن. اصلا شکی بینشون نیست. بچه ها این روزا اینقدر آلودگی هوا، یعنی باید ماسک بزنید، حواستون به خودتون باشه که خدا نکرده یه وقت مریض نشید. هوا خیلی آلوده است این روزا. مدارس هم میبینی که تعطیل میشه، همه میان اشغال و ویدیوهای منو تماشا میکنن که اشای دل منین.
خب گرانی کجایی؟ من دنبال تو هم. خب بچه به صورتش نگاه کنید کشته میشه. I see you too. Hello. Headshot baby. خب اینجا اون چوبه رو میخوایم که الان میرم از بالا. بزن بچه ها نزد. گرانی برو بر ببینم. من برم بالا چوبه رو بیارم. چوبه اینجا بود کنم دیگه. چوبه کجا بود؟ اینجا چوب بود دیگه بچه ها. من چوب نبود اینجا؟ با هم دیدیمش. What the fuck؟ بچه اینجا چوب نبود؟ خب اینجا که اصلا اونجاست. بذار اینجا برم ببینم یه لحظه. بچه مگه اینجا که چوب نبود؟ ما اینجا چوب داشتیم که اون کجا رفت؟ اب نداره بچه ها، اب نداره. کبریت رو یادتون باشه اینجاست. برم فیوزه رو بیارم. فیوز 2 تا فیوز داریم. یه دونه اینجاست که من الان میبرم و یه فیوز دیگه هم داریم که اینجاست. این 2 تا رو بذارم تازه اون قفل اونوری که یه دونه قفل اول بود تازه اونجا باز میشه بچه. ولی هنوزا میگم هنوزا یا اول هنوز با گرانپا جون من کار دارم. ولش نمی کنم. اینو بزن. اینو بزن. الان برق رفت. کجا رفت؟ بچه اون چوب من اینجا نبود. چوب اینجا بود دیگه. خب اون تازه اون باز شد. ولی چوب کجا بود خدا وکیلی؟ به به چه صدای دلنشینی میاد در خانه مامان بزرگ. آجی مامان بزرگ خدا وکیلی چرا ما رو ول نمی کنه؟ حالا میگن 4ش هم اومده. آره دیگه اومده. 4ش اومده، 5ش اومده. و بچه متاسفانه اونا داخل گوشی نیست. اونا داخل کامپیوتری که من کامپیوتر ندارم متاسفانه. اینو چرا آوردم اینجا؟ الان اینجا؟ وای بچه ها بهترین مغز. من بهترین مغز. این واسه بالاست. چقدر آروم راه میره تو این گرانیسه. گمشو برو بالا دیگه. خب بچه این مال اینجا. نخون الان تازه نخون. اینو میذاریم. اینو زدیم. نخون این باز شد. و حالا یه دونه چیز مونده که من همونو برم تموم. یه دونه چوب اینجا بود. خدایا چه غلطی کردیم. خدا چوب اینجا بود. به خدا من چوب بچه خدا وکیلی چوب اینجا نبود. بی شوخی چوب اینجا نبود. من چوب اینجا دیدم. یعنی توهم زدم. شاید هم توهم زدم. ولی داش امیر هیچ وقت توهم. بابا زریه. وای بابا زود داره کجا میره؟ آها من نبینم. تفنگ تو بهت نمیدم. بزنم تفنگ رو بردارم. دیدی گفتم بچه ها داش امیر هیچ وقت اشتباه نمیکنه. خب اون تفنگ رو بده من. با بزرگ میاد برش میداره. حال ندارم دوباره. شاتگانه بچه ها. چرا این تفنگ شاتگان پرشم کنم. من بزرگ قربون برم. بچه فکر کنم دیگه تمامه. اگه چیز شه حالا هر پایانی که بشه رو میدم. قربون برم ماما جون یا اصلا ببر ماما بزرگ و ماما جون یکی هم. به کجایی؟ یه دیگه ناز نکن. نیومد نبود. سلام عزیزم. یه بوس بده. یه بوس. موزیک مون اب نداره. برون و دیگه تخم سگ. بچه ها من یکم تیرمو زدم. مشکل من یکم جوگی شدم بچه ها. نمیدونم چرا ولی من میخوام تفنگمو به خودم ببرم پایین.
اینجوری میرم پایین بچه‌ها. بعد تفنگم میخوام بذارم اینجا. دیدید بچه‌ها دیگه اینجا اصلا گرانی به دستش نمیرسه. بعد دوباره از اینجا میرم بالا. بابا بزرگ نباش دیگه اینجا. بابا بزرگ ولم کن ناموسم. بذار بریم ناموسم. بذار بریم. نظر از روش های دیگه استفاده کنم. اب نداره. با بزرگی دیگه باید بزرگتر باید احترامشو نگه داریم. خب من اینجا رو باز نکردم. یه تیر اینجا داریم. با بزرگ نمیاد. بیادم تفنگ نداره. بسوز با بزرگ. بیا پایین دیگه تو هم فس. بیا پایین. بیا حالا یه صفحه اینجا میکشه. برو بالا. خب بچه اگه داخل اونجا یه مخزنه، خب اگه مخزنه باشه داخل اونجا، من اونو راحت تموم میکنم. ایزی. اگه اون مخزنه باشه. اینجا هم چیز میخواد. بچه ها یه لحظه پشتم یه صدای یه چیزی افتاد تو اتاق. یعنی ریدم تو خودم. یا اول چی بود؟ بچه های صلوات بفرستید. الله اکبر. نمیشه حالا بریم. من نمیخوام برم از اون بالا. بچه میدن اون وقت از کجا باید برم بالا. ای بابا اب نداره. اگه بابا بزرگ اینجا نباشه من میرم. من هر جا بگی میرم. 4 دست پا هم میرم. با کله میرم اصلا. چرا زیاد دارم حرف میزنم. نیفتی اینجا باشه تو رو خدا. وای متاسفانه اینجا کوکونات هست و نیست. از کجاست؟ بچه ها میدونم کد. ما بزرگ جان عزیز دلی احترامت واجبه. من چه دقیقه برم پایین اون قسمت. اگه کسی با بزرگ خودش با بزرگ برو ما بزرگم بالاه. الان من دقیقه برم پایین. خب اون همه رو بیارم. همه رو بیارم برم اون دوتا بالا رو باز کنم. اگه داخل اونا بود که بود، نبود که یعنی یه جا دیگه است کلا. آخه مگه یه دونه میوهم صدا داره؟ البته راست میگی صدا داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه صلوات بفرستید که با سلامت برم. خب بیا پایین یه دقیقه. بیا پایین. بچه توی نسخه قدیمی گرانی خب شما وقتی میخواستید اینو مثلا باش کار کنید باید یه چیزی برق روش وصل میکردید. خب ولی الان بدون استفاده توی این سیزن جدیدش بدون استفاده از برق شما میتونید اینو استفاده کنید و لذت کافی رو ببرید که گرانی اینا حتی میتونید قایم هم بشید که گرانی اینا یه وقت نیان. بچه من ویدیو رو استارت میکنم برم اونجا رو بگردم و چه ویدیو طولانی نشه ازتون سر نره. برم اون دوتا جا رو بگردم و بیام. منتظرم باشید. خب بچه ها من پیداش کردم و همون جایی که من ویدیو رو استارت کردم دقیقا همونجا بود. خوش استفاده کردم سرتون. بچه ها ما رفتیم. تمام. گرانی جون بوس به کلت. گرانپا بوس به کلت و اون نوات هم بره گمشه. آقا بریم. تمام. خدافظ. خب بچه ها پایان اول بازی و به همین سادگی رفتیم. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. بچه ها حمایتتون که توی ویدیو قبلی ترکون اینم حمایت بکنید که ایشالله جفت کیلر رو حمایتش خیلی زیاد بود براتون. خب من اینو یه لحظه چیز کنم براتون ویدیو هاردش رو واسهتون جفت کیلر رو بذارم. خب و بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اینم از پایان گرانی بود و اگه دوست دارید پایانای دیگه شم برم حتما حمایت بکنید و داخل کامنت ها بگید. و بچه ها تا ویدیوی بعد دوستان خدا نگهدار.